نوروز بزرگ ما، همین تمدن بزرگ ما امروز با بعضی تهدیدها روبرو است. تهدید یعنی میخوان را از ما گیرند، میخوان را بی ارزش کنند، میخوان ما را از این محروم کنند. و همین نسل نوی افراطگرای دینی که امروز ما میبینیم اومده است میگه که نوروز حرام، زبان فارسی زبان دوزخ، نامهای تاجیک ایرانی همش نامهای مجوسی، اینا رستم سهراب سیاوش نامتنمون این نامی مجوسی. ببینید اومده است ولی ادبیاتی ما میگه که سعدی صوفی بود، مولانا بلخی صوفی بود نخونید، گمراه بود نخونید. یعنی اومده است تاریخ، فرهنگ، ادبیات، جشنها، رسم و آیین ما را حکم دهد و میخواد که ملت از مهمترین اساسهای هویتش محروم شود و در شکل یک تعصب، یک افراط، هجوم بزرگ بر همین فرهنگ ملی ما از جمله به نوروز آغاز شده است و در شبکه‌های اجتماعی هر روز فتوا، سخنرانی، نوار، مقاله در حرام بودن نوروز می نویسه. چرا؟ چون که این نوروز شناسنامه ما. این اگر ما خواهیم که یک آدم بی کس و بی نام و نشان و بی شخصیت کنیم، شناسنامه‌ش می گیریم. او میخواد ملت ما را مغلوب کند، برای این میگه که نوروزش از دستش گیر. بنابراین شما میره دونید که اگر هجوم به نوروز می شود، این هجوم به تاجیک، هجوم به هویت تاجیکی، هجوم به اصالت ما، به تمدن و تاریخ ما، به هستی ما. از این رو ما هجوم به نوروز رو باید خیلی جدی گیریم. کسی میگه که نوروزی خیلی بود، خیلی بود، دونید که این مقصد فقط نوروز نیست، مقصد تمام این فرهنگی ماست که در اطراف نوروز شکل گرفته است. و اگر از نظر امی تخصصی گوییم، چرا پیشوای ملت در امی سخنرانی 3 بار، چون من در چند مؤسسه امی سخنرانی شرح دادم، همه بنداش در یادم است که 3 جا گفتن که ما تاجیکان پیرو مذهب حنفی و باید مذهب حنفی را حفظ کنیم. این سپری ما در برابر هجوم است، یکی از سپرها. چرا؟ چون که این مذهب حنفی با عرف و عادت از جمله با نوروز یکم وقت مشکل نداشت. ما در همین 1000 سال بیشتر که در مذهب حنفی همیشه نوروز زنده بود است. در دوره غزنویان چنان نوروزی طولانی بود، 7 شبانه روز. و حتی محمود غزنوی بیهقی گفته است که محمود غزنوی همیشه شوخی میکرد که به من همین روز 7 نوروز پسند است. گفتن که برای چی؟ چون در روز 7 نوروز امیران و وزیران و منصبداران باید به شاه هدیه بیارند. یعنی ولی نوابسته از مضمون همین گپ، یعنی که نوروز بوده است در دوره غزنوی‌ها که شاهی بسیار سختگیر دینی حساب میشد سلطان محمود، لیکن نوروز من نکرد، حرام نگفت، نه فقها نه دولت. یا در دوره این ادبیاتی ما این استاد شروع کردن از یک غزل حافظ، زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی. یک غزل حافظ شیخ خواجه فرهنگی ما نامد است که نوروز حرام است، گفت زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی. یا شیخ سعدی، این شیخ ما چی گفت؟ مبارک باشد بادت امروز و همه روز، همایون بادت این سال و همه سال، مبارک بادت امروز و همه روز. غزلای نوروزی سعدی، غزلای نوروزی مولانا جلال الدین بلخی. یعنی که در فرهنگ ما هیچ وقت نوروز حکمی بد نداشته است. و آخرین نمونه این بخارا، این امارت بخارا، احمد دانش در رساله منقطعه آورده است که در بخارا 7 شبانه روز نوروز جشن گرفته میشد و همه علما، همه علمای دینی، مدرسای مدرسه بخارا، قاضی کلان، رئیس یک منصب دینی بود، مثل پروکورور دینی، اومده در نوروز شرکت میکردن. با میگفتن که خیلی قاضی بابا نوروز سر میکنیم یک دعا دهید.
همه قاضی بخارا خسته اله امسال سال پربرکت شود، دولت امیرمون زیاده شود، آمین. یعنی این هیچ وقت نامد که نوروز حرام است. یعنی مذهبی حنفی با عرف و عادت ملی مخالف نیست. انا برای همین گفتم که این برای ما مهم است. از همین شما دانی همین کودکا بچه‌های نو پیدا شدن در اینترنت که حکمت نسبت نوروز، این از ما نیست، این از مذهبی ما نیست، از فرهنگی ما نیست، این خطر است برعکس. از همین رو مبارزه ما با جهل و خرافات، این فقط مبارزه با خود ما خرافات نیست، این مبارزه برای نجات ملت، فرهنگ، دولت است. یعنی سخن درباره دولت میره، برای همین همون زنجیره تهدید گفتن که اول فرهنگ تا میگیره، بعد ملت تا، بعد میاد دولت تا. در عموم همی خیلی نگاه کنیم، ما با باوری گفته میتونیم که همی سیاستی احیای نوروز، سیاستی در مرکز قرار دادن نوروز، وسیع کردن نوروز، زنده داشتن نوروز، یک جواب ملی و دولتی و تاریخی ما به همه این تهدیدهای نو است. از همین رو نوروز علاقه ایست یک جشن بالاتر برآمده، همچون یک عنصر ملی، عنصر امنیتی و عنصر دولتداری قرار میگیرد.